برادرو افطار در مدینه مقدس افطار تشکیل میکنن در کوچه ها. این مسجد قدیمه در پس مسجد شتگیم. او نه مسجد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام. ما ای مهمان خانه برو اومدیم که اینجا افطار تیار بوده. موندن که بشینین. هر یک گودام دارین خیلی منیو ده. او سوک یوگورت اپلسین خود نون هر یک نفر ده میخواد افطار تقسیم میکنم نگه چند اینجا کم این طرف پیش مسجد حضرت پیغمبر همه خیلی پر افطار میمونن همه جده. مردم شتگی و تیاری به شکاییدن روزه یک 10-15 دقیقه پس انشاءالله ولی وقت هم میبینیم چنده 18:43 18:55 از اونی مغربا میتن از اونی شما میتن انشاءالله بعد چی میکنیم روزواره میشکاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.